تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست. تو خیلی زیبا و بزرگی. اگه دلم نخواد بزرگی تو رو بگه، حمد و ثنای تو رو بکنه، نمیتونه. عبادت سه تا عبادته. خواجه انصار میگه عبادت العبید، عبادت التجار، عبادت الاحرار. عبادت بردگان میگه از روی ترسه. عبادت تجار از روی معامله است. من نماز میخونم به من بهشت بده، من نماز میخونم روزه میگیرم به من فردوس بده، یه باقی تو بهشت بده، حور این بده، چشمه فلانجا بده، فلان بده. عبادت تجار. اما عبادت سوم عبادت الاحرار، عبادت آزادگان، احرار، اونایی که خدا را اونطوری که باید شناختن. خداوند سوره فاتحه، سوره حمد رو با کلمه الحمدلله رب العالمین شروع کرده. چرا نگفته الشکر لله رب العالمین؟ در نگاه من و شما فکر میکنیم که شکر و حمد هر دوتا یک معنی میدن. درسته از یک خانواده هم، حمد و ثنا، شکر از یک خانواده هم. اما شکر در مقابل نعمت هست، حمد در مقابل عظمت و بزرگی و کبریا و اوصاف بزرگی است. ما خدا رو به خاطر نعمت شکر نمی کنیم، حمد و ثنا نمیگیم. خدای شایسته بزرگی و عظمت هست، شایسته حمد منه، اونقدر بزرگی که من نمیتونم حمدش و ثناش نگویم. بعد این الف و لام بهش میگن الف و لام جنس، یعنی تمامی انواع حمد و ثنا برای بزرگی و عظمت خداست. ذاتی بزرگتر از رب العالمین نیست. فرمانروای مطلقه، رب العالمینه. تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست. تو خیلی زیبا و بزرگی. اگه دلم نخواد بزرگی تو رو بگه، حمد و ثنای تو رو بکنه، نمیتونه. مثل یک تابلو قشنگی است که خیلی زیبا و جذابه. تو نمیتونی انکارش بکنی این زیبایی رو. تو نمیتونی زیبایی گل رو انکار بکنید، نور خورشید رو انکار بکنید. هر کسی میگه خورشید نور نداره، اشعه نداره، میگن این یه مشکلی تو عقلش داره. خورشید رو متهم نمی کنن. الحمدلله رب العالمین. عبادت آزادگان، اونایی که الله رو بر مبنای آگاهی و شناخت و عشق و معرفت و باور و یقین دارن بندگی میکنن، اونا هیچ موقع سیر نمیشن از حمد و ثنای الله. وقتی عشق و آگاهی با هم جمع میشه، و عشق نتیجه معرفت و شناخت و آگاهی است، آدم عاشق هیچ موقع سیر نمیشه از معشوقش. از 4 چیز نسبت به معشوقش سیر نمیشه. یکی از نگاه کردن به معشوقش. چشمش هیچ موقع خسته نمیشه. دو از شنیدن صدای معشوقش هیچ موقع سیر نمیشه. 3 از همکلام شدن با معشوقش هیچ موقع سیر نمیشه. علما میگن اگر میخوای که الله با تو همکلام بشه، قرآن تلاوت بکن. اگر میخوای تو با الله همکلام بشید، در نماز نیست. پس یک انسان عاشق از نگاه کردن به معشوقش سیر نمیشه، این چشمش بازتر میشه. ابن قیم الجوزی در کتاب، اگه اشتباه نکنم، طب نبوی، یا در یکی از کتابهاش گفته 4 چیز چشم روشن میکنه. یکی نگاه به کعبه،
لباس کعبه سیاست، نه هر رنگ سیاهی چشم رو تاریک میکنه. وقتی در مقابل کعبه قبلگاه جهان اسلام قرار میگیرید، این چشم هر لحظه بازتر میشه. آیا شده که نگاه کعبه بکنید اینطوری کم کم چشمت جمع جورتر بشه؟ نه. دوم، نگاه به خط مصحف، نگاه به خط سیاه مصحف، کلام رب العالمین. سوم، نگاه به مناظر زیبای طبیعت. پس انسان عاشق از نگاه به معشوقش، از هم کلام شدن با معشوقش، از شنیدن صدای معشوقش، از خدمت به معشوقش سیر نمیشه، از بندگی و عبادت سیر نمیشه. پس مقصدمون رو درست بکنیم. آگاهی، عشق، عشق، عشق.